الان همون جعبه‌ای که شما داری. خب من یه دونه نمونه نگه داشتم. این دو تا زبونه رو اینجوری میاری. کلا جعبه‌ای که بودی بعد تاش 90 درجه بکن. اینو که میاری اینجا محکم چیز کن. این خط تاش با دست اینجوری بکن که خط تا به این صورت باشه. ببین میبینی این بعد درست تا بخوره. این برام همینطوره دوباره. اینو میبندی میاری یه حالت چیز واسه خود درست کن. اینو فشار بیاری قشنگ این خط تاات بیفته. ببین الان من خود زبونه بکنم جا کم هم داره. قشنگ محکم میفته. این کف رو بتونی ببندی تمام دیگه این که کاری نداره. این همون جعبه خودت.